بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند. کلمه چهارم از جمله 6 کلمه در اسلام عبارت است از کلمه توحید. خب هدف از کلمه توحید است که ما توسط این کلمه وحدانیت خداوند نشان میدیم، یعنی که خداوند متعال یکی است و هیچ شریکی ندارد. خب کلمه توحید عبارت است از لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیده الخیر و هو على كل شیء قدیر. یک دفعه دیگه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیده الخیر و هو على كل شیء قدیر. خب میپردازیم به ترجمه کلمه چهارم که ترجمه ای چند جمله عربی را که خواندیم چیست. خب لا اله الا الله یعنی هیچ الله جز خداوند یگانه نیست. وحده لا شریک له، خدایی که یگانه است، یکی است و هیچ شریکی برای او نیست. له الملک و له الحمد، یعنی پادشاهی، سلطنت و فرمانروایی فقط برای خداوند است. و له الحمد، و تمام ثنا و صفت هم برای الله متعال است. یحیی و یمیت، خداوند است که زنده می کند و خداوند است که می میراند. و هو حی لا یموت ابدا ابدا، و خود خداوند هم ذات پاکی است که هیچ وقت نمی میرد. ذو الجلال والاکرام، یعنی خداوند متعال جلالت، عظمت و عزت دارد. بیده الخیر، تمام خوبی ها و خیرها هم به دست خداوند است. و هو علی کل شیء قدیر، یعنی که خداوند متعال بر همه چیز قادر و توانا است. تشکر. teachteam.online ستاسو د خوښ زده کړې ستاسو په خپل کور کې.